محسن ما نمیتونیم تقصیر جود بلینگام بندازیم. بلینگامی هم که به نظر من با توجه به اینکه چون خیلی جوونه بدنش فکر میکنم برای این تورنمنت کلا ریخته بود و بعد فصل پرفشاری که منجر شد به قهرمانی تو چمپیونز لیگ دیگه واقعا بلینگام اون فرم و شادابی بدنی رو نداشت. بلینگامی که کل عمرش هافک دفاعی بازی کرده تو رده بزرگسالان، این فصل آنجلوتی ازش روی 9 کاذب بازی میگیره. این خودش گمگشتگی میتونه ایجاد بکنه. حالا این ستاره ایجاد نمیکنه براش. توی این تورنمنت 5 تا پست مختلف رو بازی کرده. ایجاد نمیکنه و اینکه یه فصله و انتا بازی بالاخره جا میفته. توی این تورنمنت 5 تا پست رو بازی کرده. یعنی شما شب خوابیدی صبح پا شدی گفتی بلینگام هافک راستم باشه، بلینگام پشت فوروارد هم باشه، بلینگام فوروارد هم باشه، بلینگام هافک چپ هم باشه. خب آقای ساوتگیت خودت فکر می‌کنی ممکنه این بازیکن نکشه مغزش؟